الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعد. امروز میخوایم ما در مورد عبادت‌های ساده به شما بینندگان عزیز صحبت کنیم. روزه گرفتید، روزه کار سختیه، طولانیه، روزش هم طولانیه و ماهش هم دیگه یک ماهه. ولیکن هست عبادت‌های دیگه‌ای که و ماه رمضان هم دیگه داره کم کم تموم میشه. چه خوب است که ما علم خود رو زیاد کنیم و عبادت‌های یاد بگیریم، یعنی راه ساده رو بریم. ما میتونیم برای یک سفر مثلا 2000 کیلومتری پیاده هم بریم، سوار هواپیما هم بشیم، چقدر فرق داره؟ خب اون به حسابی که از علم استفاده کردیم. حالا در مسائل دینی هم همینجوره. از ابن مسعود پرسیدن که رضی الله عنه که کدوم عمل بهتره؟ گفت کسب علم. گفت آخه من میگم کدوم عمل بهتره؟ این که علمه. گفت علم کسبش، برای اینکه عمل کم با علم خوب فایده داره و عمل زیاد با جهل فایده نداره. درسته؟ و این رو من یاد داستانی هم افتادم با یک دوستم. اینو مثلا داریم در مورد عبادت‌های دینی میگیم دیگه. یک بار با من اومد تا یه گوسفندی بخریم برای قربانی عید قربان، و ما اصرار داشتم که گوسفند بخرم و میخواستم مطابق پول خودم بخرم. این میگفت چرا در مثلا گاو اونجا میشه دیگه، در یک گاو 7 نفر شریک بشن، شریک شو همین پول بده و در 7 یک گاو. گفتم نه آخه یک گوسفند حدیث است که به اندازه هر مویش انسان ثواب میبره و موی گاو مثلا پوست گاو موش کمتره، ولی گوسفند پشمش خیلی زیاده، یک مشت بگیری 100,000 هم زیادتره. گفت کاش منم میدونستم. وقتی آدم که علم میگه نداشته باشه چجوری اگه این حدیث میدونستم منم میگه گوسفند میخردم. یعنی علم اینجوریه. حالا بعضی از عبادت‌های ساده، یکیش انتظار نماز سخت نیست که آدم نمیدونه چه فایده‌ای داره، ولی که خیلی فایده براش نوشته. یک قدم که میره میای برات ثوابه، هر قدمی. یعنی تو مسجد بشینی در حالت نماز هستی حتما فوایدی داره. ممکن از لحاظ روحی انسان رو آرام میکنه، خدا میدونه. به هر حال انتظار نماز، مثلا قبل از که نماز شروع بشه اذان بزنن تا ما 5 دقیقه بشینی، یا تا قبل از که نماز جماعت شروع بشه بشینی، خیلی ثواب داره. امر به معروف یکی از کارهایی که خیلی سخت نیست، با حکمت. یک کسی داره یه کار اشتباهی میکنه، به خوبی البته، بهش بگو این کار اگه اینطوری بکنی انجام بدی بهتره. هر کاری باشه، غیبت میکنه، دروغ میگه، داره در نماز یه چیزی رو اشتباه میخونه، یکی رو داره اذیت میکنه، درخت داره شاخه رو میکنه. پیامبر فرموده که خداوند تر تازه نگه داره روی هر کسی رو که یک حدیث منو برسونه. یعنی پیامبر دعا کرده. و امر به معروف اینقدر فایده داره. اولا که دعای انسان قبول میشه. فایده دیگه این است که این عمل تکثیر میشه. هر کسی دیگه که اون کار انجام بده ثوابش به نفر اول میرسه. یعنی ببین چقدر کمه عملش. خیلی ساده، شما یک عمل حرف میزنی که برات اصلا هیچ مهم نیست، ولکن ثوابش شاید تا روز قیامت برات نوشته بشه. امر به معروف خیلی مهمه. یکی از کارهای ساده‌ای که انسان میتونه انجام بده این است که در غم و شادی مردم شریک بشه. در شادی که هم فال است و هم تماشا. خب در غم مردم هم که شریک بشی، کسی مشکلی داره در غمش حاضر باشی، فقط حاضر. این در مثلا جنازه باشه، مثال بر همین قیاس کنید، در نمازش حاضر باشی، به اندازه کوه ثواب میبری. تا بذاری دفنش کنن تا اونجا باشید، به اندازه 2 کوه ثواب میبری. شوخی نیست. یکی از چیزایی که انسان رو، عمل نیکی که انسان کم توجه داره، یتیم رو خوشحال کردن، سر یتیم دست کشیدن. و یا بچه‌ها اصلا عموما یادتون باشه، برای ما و شما ممکنه مثال الماس مهمه، حتما هست، طلا مهمه، ماشین مهمه، خونه مهمه، ولی برای یک بچه یک اسباب بازی مهمتر از یک خونه است. بچه است دیگه. لذا به بچه‌ها خوبی کردن خیلی فایده داره. یکی از ثوابایی است که تکثیر میشه. امام ابو حنیفه خدا رحمتش کنه داستانی داره که میگه یک بار ایشون، حضرت امام ابو حنیفه، همسایه داشت که شرابخوار بوده. همیشه اینو نصیحت میکرد، دیگه تنگ شد، دیگه قبول نمیکرد. ابو حنیفه هم ولش کرد. چرا گفت نصیحتش کنم. یه روزی بهش خبر دادن که فلانی مرده. رفت، همسایه بود دیگه، خودش هم عالم دین بود، رفت برایش نماز جنازه خوند. حالا باز تموم شد، رفت اومد خونه.
باز یک خواب دید، تعجب کرد از خواب خودش که این آدم رو دید که در زندگی بعد از مرگ خیلی خوشحال، زندگی خوبی داره. برایش کنجکاو شد. حالا شما میدونید خوابم بالاخره، حالا نمیگیم که ما مردمی نیستیم که به اصطلاح خرافاتی باشیم، اما میتونه خوابم یکی از بشارت ها باشه. این رفت، خب نمیدونه حالا چیه، تعجب کرد که این آدم رو که من میشناختم که شرابی بوده. رفت پیش زنش، دوباره ازش پرسید که این مرد چی دو کرده؟ آیا توبه کرده بوده یا چی؟ گفت نه. زنش گفت به همون حالتی که شما میشناختی به همون حالت مرده. منتها گفت یه چیزی داشته، میگه روزای جمعه میرفته بچهای کوچه رو جمع میکرده و براشون شیرینی و چیزا میخریده. این میگه این عادت هرگز ترک نکرده. بچهای کوچیک که بازی میکردن، فقیرا رو براشون چیزا میخریده و میگفتی که بعد از که اونم جمع میشدن میگفتی که دست بلند کنیم برای عموتون دعا کنید. میگه همین خوبی رو داشت. من این خواب و این داستان رو راست میتونم ببینم که اگر مثلا سندم درست نباشه، نه حقیقت میدونم که چون میدونم که کمک به بچه‌ها چقدر فایده داره. بچه هست دیگه، باز این بچه بزرگ میشه. وقتی تو بهش خوبی کنی، خصوصا فقیر باشه، این دنیا رو خوب میبینه. این داستان حقیقی است. حالا ما شما میگم همش از خودش تعریف میکنه. خانمم تعریف میکرد که یک بچهش مریض شده بود، هیچ خوب نمیشد. بچه همین، یعنی پسر من، دختر من کوچیک 1 سالش بود. این دیگه به این فکرش اومده، شنیده که مثلا صدقه رفع بلاست. تو شهر پیشاور بودیم اون وقتا. این رفته چیکار کرده؟ یک بچه میومده همیشه از این غذا میگرفته. فقیرن دیگه بعضیا. این اومده یه دفعه به این بچه یه پول بزرگی داده. از اون تصور نمی‌کرد مثلا 10 روپیه میتونست بگیره 500 بشته یا 1000 بشته. باز به من گفت که من این کارو کردم. من تو ذهنم گفتم که اون چیزی نگفتم، اینو دارم الان به شما میگم که ببین این بچه فقیره، در بازار میره، صد چیزی میبینه، دلش میخواد، این کم کم نفرت پیدا میکنه. میبینه بچه‌ها میشینن خوشحالن، این هر کاری نمیتونه پیدا کنه. اما اگه ما بهش خوبی کنیم، این بچه جامعه رو خوب میبینه. تو یه پولی در راه خدا دادی، اما نتیجهش این است که این آدم جانی نمیشه، قاتل نمیشه، خوشبین است به بزرگترها، خوشبین است به مردم و خودش هم همینطور خدمت میکنه. لذا چه خوبی که میکنه شاید ثوابش براتون نوشته باشه، در حالی که تو فقط 500 روپیه دادی، چیزی پول ندادی. متوجه هستید؟ این کارا رو نمیتونید بکنید. یه کارهای دیگه هست. ثواب، مریض رو برید ببینید، ثواب داره. شب تا صبح فرشته دعا میکنه. این کارو نمیتونید بکنید. کارهای ساده رو دارم عرض میکنم. تبسم کنید. این کار من بلد نیستم زیاد، حداقل جوری دوربین بلد نیستم. تبسم کردن چیز زیاد میکنه، صدقه است. این دیگه کاری نداره که به هر کسی رسیدی تبسم کن، برای مردم دعا کن. دعا کردن، مثال نماز میری یا نه تو محله بگو خدای مردم این محله رو خیر بده. وقتی اینو بگی اصلا خودت براشون خیر میخوای دیگه، یا نه؟ نیست، دروغ میگم. پس میتونه این خیلی ثواب باشه. متوجه هستید؟ لذا این داستان ها رو خیلی روش توجه کنید. پاک کردن راه رو پیامبر گفته ثواب داره. متوجه هستید؟ دیگه برای شما بگم دعا برای مسلمانان رو گفتم و یکی از کارهای ثواب که خنده‌دار اگه بهتون بگم که خود من هم الان دیگه کم کم دارم انجام میدم، همین گوش کردن به همین حرفاست. من خود من گاهی میشینم دیگه، حالا کار ما این شده که سخنرانی میکنیم، همیشه از این میترسیم که خود ما به سخنرانی خود عمل نکنیم. گاهی میشینم حرفای خودم رو گوش میدم در گذشته، وقتی که گوش میدم بهش عملم میکنم، یادم رفته. این الان عرایضی که به شما میکنم ممکنه بعد از مدت‌ها اگر خدا به من عمر داد دوباره خودم گوش میدم. چرا؟ برای اینکه آدم یادش میره. پس کسب علم، اول برنامه‌ام گفتم، مسلسل یکی از بهترین کاراست. و این روزا علم الحمدلله زیاد شده. اگه شما تلویزیون رو باز کنی علم است، به شرطی که چیز خوبی ببینی. اینترنت رو باز کنی علم است، به شرطی که چیز خوبی ببینی. یکی از بهترین کارها، ما عجله کنم برم، نیکی به پدر مادر. خیلی گفتیم دیگه صحبت نمی‌کنیم. متوجه هستید؟ یکی از دیگر آخرین کار رو میگم و خداحافظی میکنم. هدف اصلی ما از همه این کارا رفتن به بهشت. شوخی نداریم دیگه. ما جزو اون آدمای صوفیا نیستیم که ما میگه خدا رو به خاطر خدا بودنش میپرستیم و نمیدونم از جهنمش نمیترسیم. نه، ما از جهنمش میترسیم، به بهشتشو میخوایم. همین کارا برای بهشت رفتنه. پیامبر ما یک راهی به ما یاد داده که اگر ما اون رو انجام بدیم، نه عذاب قبر است، نه راه مستقیم و خیلی کوتاه به بهشته. میدونید اون چیه؟ یعنی تو قبر اصلا ما نمیبینیم، روح فوری میره به بهشت.
اون چیه؟ کسی که بعد از هر نماز آیت الکرسی بخونه، بین اون و بهشت حدیث صحیحه، بین این آدمی که هر نماز آیت الکرسی میخونه و بهشت فقط یک چیز مانع هست. چی مانع؟ قبر؟ قیامت؟ نه، بین این و بهشت فقط مرگ مانع است. یعنی آدم بهشتی زنده است، همین که مرد وارد بهشت میشه. حدیث صحیح است و ما میدونیم که پیامبر ما سخن از هوای نفس نمیگه صلی الله علیه و آله و سلم. از خداوند بهشت میخوایم، اللهم انا نسألک الجنه، و میخوایم از تو که دنیا هم به ما خیر بدی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الله حافظ و نگهدار شما بینندگان عزیز.